بچه نگاه کنیم، من از همینجا، از همین این چیه؟ بچه من از اینجا باشم ماشین اومدم خونه، تا خانه اینجاست. دیدم یه نفر بچه دنبالم، دیدم یه نفر دنبالم بچه تغییرم میکنه از اینجا، تقریبا از همینجا. بچه باورم نمیشه، هنوز شوکم. کجایه؟ بچه اصلا جورت ندارم اینو باز کنم، نمیدونم قضیه. توی نامه نوشته بود که ای کاش هوا برفی میشد و ساعت 12 بیا توی راه رو، میبینم تا خودم بهت نشون بدم. بچه ها نمیدونم منظورش چرا ساعت 12، یعنی ساعت 11 و ربع، دقیقا 11 و 16 دقیقه است و میکروفون نیاوردم چون که یه دفعه شد این ویدیو، یعنی اصلا من نمیخواستم این ویدیو رو رکورد کنم. یه دفعه گفتم این ویدیو رو براتون بگیرم چون که تو راه رو بودم و واقعا نمیدونم چیه. دوباره بستمش. نیم بچه ها سه‌شنبه امروز دیگه، دقیقا الان امروز سه‌شنبه است، ساعت 12. چرا 12 شب؟ حالا روز بود، دقیقا روز بود، یه چیز جرات میکردیم بیان شب ساعت 12 نصف شب. واقعا دقت کنید جدی. 12 اینا 12. اسپارش نمی‌کنم، شاید بعدن این یه نشونه باشه، نه یعنی این یه مدرک باشه، مدرک، ولی احتمالاً پارش میکنم. بچه ها نمیدونم برم یا نه، جدی نمیدونم برم یا نه. خب تو راه رو برم برای چی؟ خب چه اینطوریم؟ واقعا تو راه رو برم برای چی؟ تا تصمیم گرفتم که برم. بچه من تصمیم گرفتم برم و صدایی نشنیدین؟ از پنجره یا ابرفسی یا خدایا نمیدونم چقدر وحشتناکه اینجا. من نمیتونم اینجا نمیکنم. کلا بچه من از پنجره اتاقم خیلی میترسم. باز صدا چی بود؟ بچه من میخوام باز کنم، جدی میخوام باز کنم. من باز کنن تا باز نکنم ولکن نمیشم که. چون نمیشه انگار بازش کنم. چقدر وحشتناکه اینجا. دقت کنم. نگاه. من نمیخوام وای بچه سایه رو دیدین شما؟ بچه گفتم من اینجا میترسم، من پنجره اتاقم خیلی بچه همونطور که میبینید بچه من قیافم ریخته به هم چون که الان نصف شبه، ساعت 12 و نه 1 اگه بخوام دقیق ساعت رو بگم 12 و 46 دقیقه، نزدیک به 1. نمیرم
چون که واقعا الان حالا بهتون نشون میدم چقدر راه رو وحشتناکه و الان نصف شبه و هیچی مثلا نیست. فقط خودم مثلا دارم میرم تو راه رو. نه تو کوچه خیلی بده. گفتم تو کوچه الان بعد خطرناکه و من نمیرم. یک دقیقه حالا احتمال شاید الان برم تو راه رو فقط یک کوچولوشو برم که نزدیک به خونم باشه. چون که مثلا برم تو پارکینگ اینا میترسم چون که هیچی الان نیست. من میرم فقط تا نزدیک خونه میرم آره تو راه رو ببینیم چی میشه دیگه. ببینیم راست میگه خودش بهم نشون میده. بچه‌ها نمیدونم چی بگم. شاید 12:30 گفته بود 12. بچه‌ها چون که نصف شبه من نمیتونم زیاد صحبت کنم و من میترسم کنم تو راه رو و بچه‌ها خیلی میترسم. بچه‌ها نکنین الان بچه‌ها چیه دو یک عدد دو. خب الان اینو کجا بگردیم دنبال بعدی. بچه‌ها واقعا باورم نمیشه. ولش چیه نمیدونم چی بگم. بچه‌ها از اونجایی که گفتش که من دارم تو رو نگاه میکنم که اونم چرت و پرت بود احساس میکنم و شاید واقعی بود. من ترسیدم اومدم تو اتاقم که اینو براتون بازش کنم. بچه‌ها نکنید اونجایی که من رفتم چون در ساعت یکم گذشته میخوام دقیق بهتون بگم 1:08 است و به خاطر همین چون احتمالا خواب باشن صدا میره و یکم آرومتر صحبت کردم. بچه‌ها نکنین بعدش اونجا یه فلش زده بود روی کاغذ. فلش زده بود که روی فلشش زده بود چند ساله و انگار بعد دنبال سن میگشتیم که من 2 تا سن رو پیدا کردم. اولی که پیدا کردم 6 بود
6 میگم، 2 بود که شبیه 6 و دومیش هم 6 بود شبیه 2، یعنی 26 سالشه و من نمیدونم. و فلشش هم سمت اینوری بود و بخوام نشونتون بدم اینوری بود. بچه‌ها خب بچه‌ها اولین که پیدا کردم بهش من اینجا بکنم. خب بچه‌ها نکنیم این نبود. من این میتونم ببینم کنم. بچه‌ها اولیش بچه‌ها زده که میبینم که پرسیدین ساعت 12:15 شد. من گفتم ساعت 12. بچه‌ها برعکسی میشه. بچه‌ها دقیقا این نامه رو نوشته ساعت 12:15 بوده. بعدی هم این بودیم زده که ولی با هم نیومدی پارک. الان که منو داری میبینید اینجا نداره دیگه. همین سومی هم که اصلا نخوندم ترسیدم این که فکر نکنی که من الان تو رو نمیبینم. نه میخوای بیا جلو. میخوای بیا بچه‌ها تموم شد. خدا رو شکر تموم شد. واقعا داره کار بچه بازی داره میکنه. خیلی بچه جدی، خیلی بچه. این بهتون گفتم ساعت 1 و بابا این بچه‌ها میخوام نسکافه درست کنم. نسکافه ها ای وای کاپوش و بریم بچه‌ها نسکافه همون